سلام عزیزای دل، امید که جور و سلامت. اسم شما؟ مشرف. مشرف جان. محمد خود خالد هستم. کمری ما میگه. خب محمد خالد جان چقدر در پارک هستی؟ میگه تقریبا یکم 40 میشه. 40 سال؟ بله. 40 سال میشه در اینجا هستی؟ قسیم. کی؟ قسیم. قسیم. قسیم جان تو مکتب چیزی نمیخونی؟ نه مسجد میرم. مسجد میری؟ صبح کی وقت؟ من خانم است که من در پارک مشهور به کاکا خان هستم دیگه. کاکا خان چی اگه بیخی دیگه یکی خان از یکی خان تو خان کاکا هستی دیگه. محمد اسلم هستم، باشنده کابل. سلام عزیزای دل، امید که جور و سلامت و سرحال باشید در جای دنیا که هستی، از گزند روزگار در امان حق باشید. من زیاد سلطانی از چینل زیبای الماس میدیا در خدمت شما. دوستان عزیز، امروز ما آمدیم به پارک گلویس اول که زیر کار بوده و زیر کار هم است. ببینیم کارش تا کجا رسیده و بریم از هموطنان عزیز خود دیدارای داشته باشیم، گفتگوهایی که از پارک چه گفتنی‌هایی دارن. با ما باشه در ادامه. خب دوستان عزیز، ما میخوایم که داخل پارک بریم، اما پیش از او از یک هموطن ما یک گزارش داریم ببینیم که در رابطه با پارک چه میگه و کارش چطوره. سلام برادر عزیز. سلام خوب، خیرتان، جانتون جوره، بخیر هستی؟ اسم شما؟ مشرف. مشرف جان، خودت امیجا کار میکنی درست؟ چطور از کار بارت جای بسیار خوبشان پیدا کردی و فکر من، اما کار بارت خوب است دیگه، نسبتا کارم خوب است، جایم خوب است، پارک هم نجور شده. خب راضی هستی؟ از پارک زیر کار است گفتن، اما جور فکر نکنم تکمیل شده باشه درست؟ 80% جور شده دیگه، یک 20% دیگه اش مونده، نسبتا کل چیزش خوبتر شده. خب چی چیزایی اینجا با خود مثلا جور میکنی؟ تنها شور نخود است یا دیگه چیزا هم هست اینجا خود دیده میشه؟ مشونگ است، کچالوس، این همی چیزا از اگر روزگومی چی کنی؟ شکر. امی که در کار هستی نیش فعلا در این شرایط خیلی چیز هست، اما بازی چه رقم مثلا اینجا شب پخته میکنی چیزا را؟ آی دیگه شب تیار میکنیم، صبحکی بازم تو میگیریم میم در کار اگیر صبحکی کنی نمیشه تا که یا جوش بیتی نوقت. خب چیز از صبح که می تا چند بجه اینجا میباشی؟ تا همی 7 شام است، اما 7 و نیم دیگه، تا 7 دیگه ساعت ما تیر است بیجا چی کنیم؟ ساعت تیره شاید. دوستان عزیز، اولین کسی را پیدا کردیم که از کار خود واقعا راضی است. باید هر کس از کار خود راضی باشه، شکرگزار باشه که بعدا هم کارش اینمی که مثل از عزیز ما کاراش پیش بره. تشکر از دوست عزیز، زنده باش انشاءالله. باز دیگه حتما میایم پیش. خب دوستان عزیز، ما داخل پارک میریم، از هموطنان خود یگان پرسپال داریم ببینیم که کار پارک تا کجا رسیده و دوستا و هموطنان ما چقدر از پارک راضی هستند. با ما باشید. اول خودم معرفی. محمد خالد هستم. کمری ما میگه. خب محمد خالد جان چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی خودت؟ تقریبا 2 سال میشه که 2 سال در این پارک میشه کار میکنی؟ بله. آفرین. از این کویانه امی
کاری پارک 2 سال میشه شروع شده. سال میشه شروع شده. ترمیمات است. ترمیمات داخلی و بیرونی پارک ترمیم کردن. چقدر کار پارک پیش رفته؟ با حدود 80-85% پیش. 85%. نام خدا. امید که بخیر دیگه چند روز بعد انشالله که ختم میشه بخیر. انشالله با توکل خدا که بازترین فرصت. یک چیز ازت یک سوال دارم. این تو وقت شده باشه کسی خودت غریب کار هستی درسته؟ با عزت‌ترین با غیرت‌ترین نفر خودت هستی. کسایی که غریب کاری میکنه کار میکنه واقعیتش هر کس دیگه کار باز خصوصا همی کار تعمیرات یا گلکاری خیلی مشکله. تو وقت هم کسی دوچار شده باشی که تو کار کرده باشی و بیا یک پوزخند کرده باشه یا یک چیز؟ خواهی گپا در افغانستان معمولا هست. دیگه خداوند کل ما شما را هدایت بده. هست گپا هست میشه. شخص خودم دوستای عزیز شخص خودم هم غریب کار هستم. غریب کار هم دوست دارم. با غیرت ترین مردم این مردم است که میاین از اولی کف دست خود یا نان پیدا میکن. خب تشکر دوست عزیز. زنده باشید. موفق باشید در کارهای. خب دوستای عزیز در ادامه با ما باشید. عزیزای دل ما اینجا پیش یک کسی آمدیم که کاکای ری سفید است. ببینیم. سلام کاکا جان. ساعتون خوبه؟ خیر جانک جور است. ساعت خوب است. بسیار مصروف معلوم میشی. خب دیگه چه اگه رو هم چیز کردی دانه که باز کاکا جان اینجا چقدر وقت میشه در پارک هستی؟ اینجا تقریبا 40 میشه. 40 سال؟ بله. 40 سال میشه در اینجا هستی؟ یکی در پارک نبود. دشت بود. خب آباتی کرده قرا آباتی کرده از عمل تندیف آورده و کار کرده و بدل گفت گوشت کشی و بدل آوارکاری و بدل جور شد. آستا درخشانده شد. بعد از درخت این آستا و خورده و بسر شده حال مربوط به سرسبزی شد. سبزکاری او روانی تماما دامت حال سرسبزی میکشه. ما این تقریبا 40 سال میشه که هستم ده نمیشه. خودم نگران تندیف بودم. 30 ساله وجه وظیفه اجرا کردم. بعد از تقاعد کردم. تا تقاعدی من 2 ساله مونده ندادیم کسی چیزی ندادن. این قرار این میکاره حالا بالو انار حالا بالو میکنم یک پیسه یک لقمه نان برای. بیشک کاکا جان بیشک واقعا باعث افتخار ماستی دیگه بی سفید ماستی بجای پدر ماستی. کاکا جان این 40 سال یعنی از کدام دوران بوده که پارک آغاز شده؟ میخواستم که حالا تو خودت قدیمی ترین نفری هست که دیگه از زمان نجیب به این دیگه پارک آباد شده رفته. از زمان دکتر نجیب درست است؟ خب بسیار خوب. اول گفتی که دشت بود درست است؟ کجا بود دشت نباره می آوردن من دفعه نو طرف پرتوس و پرتوس و من دفتن علم تو جنجالا به داستاسا منه کده و کروچیر نمانور نپرتوجه که پارک جور میشه بوی میته علم تو پس سوار کاری پارک شد. بسیار خوب. به این 40 سال هیچ کسی تو را نگفته که از اینجا مثلا چرا اینجا هستی از اینجا بخی اونجا برو چند دولت هم تغییر تب وقت دیگه گپا خود داره این گپا خواهد جاساتی تو برو یا اونجا برو یا اینجا برو یا اینجا برو چند وقت پیش که ایشون جنگ کردم مقال کردم که عمرشان تو برای بیرو برو گفتم خواه مامور ما بچه خالش از جامعت. خب به خاطر از اینکه فهمیدن تو قدیمی ترین نفری هستی که در اینجا ماندی و دیدن که غریب کار هستی اونا اجازه دادن که اینجا باشی. خب تو کاکا جان تشکر بسیار زیاد. خیر ببینی دیگه موفق باشی همیشه در عرصه زندگی. خب دوستان عزیز کاکا تقریبا 40 سال می شد که در اینجا در این پارک و
به هموطنان ما خدمت میکنه. این هم خودش یک خدمت از دوستای عزیز، باعث افتخار ماست مردم. در ادامه با ما باشید. سلام چوچه جان، ساعتتان خوب است؟ خیریتی؟ چوچه جان تو اینجا چی میکنی؟ بوتل جمع میکنی. نامه چی است؟ کسی کی؟ کسی قاسم جان، تو مکتب چیزی نمیخونی؟ نه مسجد میرم. مسجد میری؟ صبح کی وقت مسجد میری؟ خب بعد از مسجد دیگه این میجاسی بوتل جمع میکنی، با این بوتل که جمع میکنی کجا میبری؟ کجا با فروش میرسی؟ سر شمالی. سرای شمالی؟ آه. مکتب نمیخونی؟ نه چرا نمیخونی؟ پیسه نیست، غریبی بومد، پیسه نه. خب چوچه جان، در خانه کسی دیگه هم داری؟ مثلا بیادر کلان پدرت هست؟ خورده بیادر خورده بیادر خودت هست؟ آه. پدرت؟ هست. خب پدر جان شما است. باز مثلا میره که جمع میکنی بوتل از این صبح می تا شام با چند روپا برات میشه؟ 100-200 میشه، میشه. خب باز همین نفقه عیال تو میبری؟ خب بسیار خوب. دوستای عزیز، واقعا این وقت درس ازی است. آینده کشور ما این میاسته که باید شد. خب با امید او روزی که این بوجی در دست چوچیکا نباشه، همیشان در دستشان کتاب و قلم باشن، به طرف مدرسه یا مکتبشان روان باشه. تشکر چوچه جان، زنده باشی. دوستان عزیز، ما نزد کسی دیگه آمدیم که او هم دمی پارک خیلی وقت سپری کرده. بریم که این چی گفتنی ها داره. سلام میده، ساعتتان خوب؟ خیر جانکتان جور بخیر، زنده باشی. خب اول خدا معرفی. نام خان مومل است که من در پارک مشهور به کاکا خان هستم دیگه. کاکا خان چی اگه بیخی دیگه یکی خان است یکی خان تو خان کاکا هستی دیگه. خب گفت چیزی که من شنیدم گفتن که خودت هم اینجا در پارک خیلی وقت میشه که در اینجا هستی. من یک 22 سال میشه در پارک کار میکنم. 22 سال میشه در اینجا کار میکنی؟ آزاد کار میکنم. البته یک مدت ما کانتین داشتم در اینجا، بدر برگر بود، چپس بود، شیر بود، کباب بود، اینجا بدر این ماشین آیسکریم بود. بعد این وقتای آخری اشرفغانی هم وقت میثاق امنیتی که بود، نظر به کدام مکتوب کدام فرمان بعد این کانتین ما تخریب شده و 3 سال 4 سال هم تا آزاد کار میکنم اینجا. خب فعلا در کراچی کار میکنی؟ انرژی چای میفروشم، بدن این کارهای آزاد هست. پیش از این که مثلا چون اینجا کار میکنی کدام وظیفه دیگه هم داشتی یا صرف اینجا؟ نه مسابقه در فابریکه جنگلک مامور بودم. جنگلک چلسی تو درسته؟ وزارت معدن صنایع بود. تا زمان 71 اونجا کار کردیم. بسیار جنگلک بعد از اون دیگه باز آمدی این شغل آزاد کار کردیم. یک مدت فوتبال دیسی داشتم، ساکر داشتم، بچه‌ها جوان‌ها پیش من از زیاد می اومد دیگه. فوتبالای دیسی بود. من از مهاجر که از پاکستان اومدم بودم یک چند تا ساختم به نام فوتبال میگن. فوتبال دیگه، ساکر بود، فوتبال دیسی بود. با خیلی جوان‌ها و نوجوان‌ها زیاد پیش من می اومد دیگه. یه خود از این فوتبال دیسی فوتبال پایی واریز. هم 11 نفر که در تیم فوتبال است، 11 نفر در اون طرف است. همینجا ما میرفتم یک میدان جور شده به حساب فوتبال دیسی کار می‌کنم. فقط در فوتبال دیسی گفتم. خودت ورزشکار هم هستی؟ خب همینجا من بوکس هم کار کردیم، پیش استاد نظر امیال در استودیوم کار میکنه. خیلی استاد اشمد یا شاگردایشون هست یا مثلا بچه‌ها میشناسیش. یک مدت خود کلاب بوکسینگ فابریکه جنگلک کلاب بوکس پیش می‌بردم. خود بوکس. بسیار خب. کاکا خان عزیز بود که در وقتی که نوی آمده بودی خب پارکی رقم جور نبود درسته؟ پارک به شکل بسیار دیگر رقمش بود. خود بود که خود ریاست این پارک مربوط ریاست سرسبزی می باشه. ریاست سرسبزی قدر برازی
همین پیسه نمیداد که جور توجه خاص نمی‌کرد. توجه نداد چی حساب بود. مثلا وقتی که تقریبا 2 سال که شده و بله خود صمیم مدیر پارک نو جدید اومده فواد انجینیر فواد میگنش وقت شب و روز کار میکنه کار شب و روز کرده طرف شب که من میبینم که برای همین فرشای می خود می پارک صفایی پاک میکنه حتی درخت‌ها رو بدل پایپ میگیره درخت‌ها رو میگیره خاکباد که زیاد خب میشه. واقعا اصل وطن دوستی و خدمت امیره میگن بله. که اگر هر کسی که میشه معذب شده که می درخت‌ها رو میشویه یا همیش بیادر اینمی یک خدمت بسیار بزرگه اصل خدمت این میره میگن اینا کردن دیگه و روسی و وقتش که مثال میکنه کارگراش سابق کار نبود در راست کارش باشه قرار داره خود مدیر پارک داره از کارگرا پرسان جویان است همین کاری که برشون میته پس دیگرشون تصمیم خود میگیره ولی هم خودمون دهقانا و باغبانا سرسبزی هم خودشون برخیزی خود پیشونی واس خودشون خوب کار میکنن. خب چند فیصد پارک چیز پیش رفته یعنی چند فیصد کار شده چند فیصدش ما حالا که مسائل میکنن 90% پارک بالا رفته. تشکر کوکو خان از خودت دیگه موفق باشید در عرصه کارهای تشکر خیلی خب دوستان عزیز شما دیده که پارک تا کجا کارش رسیده و هموطنای ما همیشون اینجا یک تعداد کار میکنن از همین نفقه عیال خودانه پیدا میکنن دیگه در ادامه از شهروندای ما پرسان کنین که از پارک چقدر راضی هستن با ما باشید. خب دوستان عزیز ما یک جوان اینجا میبینیم که فعلا در حالت مطالعه است ببینیم که از پارک چقدر راضی است. سلام دوست عزیز ببخشید که مزاحمت شدیم ساعتتان خوب است قربانتون. جانک جور بخیر اینجا دیدیم که مطالعه خب پیش از این اول خودم معرفی کو. محمد اسلم هستم باشنده کابل. خب اسلم جان کتابت خود انگلیسی است محصل هستی در کدام کورس هستی یا مکتب؟ در کورس درس میخونم انگلیسی. در پارک میفهمی و هر کس با پارک میایه به خاطر سیاحت میایه یا درس خواندن میایه یا مثلا مطالعه میکنن اصلا پارک چقدر جور شده است و چقدر راضی هستی؟ راضی خو هستیم حالا جور شده دیگه از قبل که بسیار خوب شده قبلا قیچینی بود حالا فعلا سرسبز است راضی هستیم از مردمش کسی همراه کسی کار نداره بسیار خوب سرسبز جای برای درس خواندن هم است هوای آزاد داره خوب است. خب هر روز می یا چه رقم شاید اینجا خانه نزدیک باشه که اینجا میاییم هر روز میایم خانه و طرف است خب میایم به خاطر کورس هر روز اینجا میایم باز مطالعه میکنیم کتاب وقتی که مطالعه میکنی در فضای آزاد دیگه فضای است که پر انرژی است درست است همین سرسبزی انرژی میده چطور یعنی در کورس خود درس میخونید در خانه یا در اینجا کدامش در ذهن زیافتر میشه؟ اینجا بیشتر میتونه به خاطر که هوای آزاد است ذهن آدم باز میباشه وقتی که در جای هوای آزاد میباشی در یک جای طبیعت باشه دیگه همین چیز خوبتر در ذهن آدم یک نظرت هم میخواستم که نظرت دیگه اگر در تمام پارک های افغانستان که می تو مثلا پارک هایی که فعلا از شارنو است و دیگه پارک ها کلش همین رقم منظم باشه و مثلا بازسازی شود درست و دیگه نظرت دمی چی؟ بسیار عمل خوب است که وقت تمام افغانستان پارکاش همین رقم پارک سبزه باشه مثل کشورهای دیگه که ما سفر کردیم دیدیم که چه رقم پارک داره بسیار عالی میشه کار بسیار خوب است که همه جای سرسبز باشه پارک داشته باشه یک چیزی است که دیگه همگی میخواد که یک چیزی باشه سرسبز باشه پارک افغانستان کابل و هر ولایت باشه سرسبز باشه زنده باشی با امید روزی که تمام افغانستان دیگه خاک و گرد و اینمی تو سرسبزی رو ببینیم خاک و گرد نباشه یعنی سرسبزی باشه مثل خود جوانا چون شما آینده کشور ماستید دیگه برادر بیاین اینجا مطالعه کنن درس بخونن که برای فردای این کشور
بهترین باغ‌های دیگه از پارک به باغ باید تبدیل شه. تشکر عزیز دل. تشکر. زنده باشید. خب عزیزای دل، ما به پایان برنامه رسیدیم. ما گزارش ویژه داشتیم از پارک گلویسی اول که مشاهده کردیم که خیلی کارشان پیش رفته بود و هموطنان عزیز ما راضی بودن، جوانای ما راضی بودن از این پارک. دیگه خواستیم شما را در جریان بانیم که پارک ها همیشان زیر کار است، دیگه در بازسازی است، دیگه جور شده است. 80 یا 90% این پارک هم کارش به پیش رفته. ناگزیر هستیم با شما هموطنان عزیز دیگه خداحافظی کنیم. در جای دنیا که هستی آرام و خوش و سرفراز باشه. زنده باد افغانستان، ژوندی دی افغانستان.